مادران اوتیسم که با من تماس میگیرن تقریبا همشون یه جمله خیلی مشترکی دارن، یعنی همه اذعان میکنن که بچه من بیقراره، خیلی ورجه ورجه میکنه، بالا پایین میپره، وارونه نگاه میکنه. تو نور و صدای معمولی همه ما راحت نشستیم، ولی اون خیلی بیقرار میشه، اذیت میشه. یا اینکه بعضی وقتا میگن من الان چندین ساله که نتونستم یه عروسی برم، چون بچه‌م اصلا تحمل نمیکنه یک دقیقه توی عروسی وایسه، گریه زاری، جیغ، و اصلا امکان نشستن توی اون محیط رو نداره. تمام این مشکلات و مشکلات مشابه این حالتها که بچه ای رو بیقرار میکنه ناشی از مشکلات حسی این کودکانه. برای حل این مشکلات حسی ما باید کاری بکنیم که این مشکلات حسی رو به حداقل برسونیم و اینها رو در یک بالانسی نگه بداریم. یعنی باید بیایم این اعتدال حسی، این یک پارچگی حسی رو برای این بچه ها به وجود بیاریم که بتونن به اون آرامشی که میخوان برسن.